بدانند کسانی که ظلم میکنند امروز بر مؤمنین، ظلم میکنند امروز بر مؤمنین که چرا از کتاب و سنت حرف میزنند، چرا از الله و رسول حرف میزنند. کتاب الله نشانه وهابیت است. اسم قرآن را اگر بگیریم در یک جامعه مسلمینی که همه این ادعای اسلامی دارند، در اون جامعه اگر کسی بیود قال الله مگه این وهابی است، قال الرسول این وهابی است. اتباع الله و رسول این پاداشش قتل، کشتن، پاکسازی، شروع به پاکسازی مؤمنین، پاکسازی موحدین، پاکسازی قرآن و حدیث. میخواند از یک کشور اسلامی قرآن و حدیث را پاکسازی بکنند، ایمان را پاکسازی بکنند، توحید را پاکسازی